برای آنکه ما با طرز آنلاین ویکتورین‌ها تست‌ها را تشکیل کنیم، پیش از همه دارای گوگل اکانت شدنمان لازم است. برای این کامپیوتر به شبکه اینترنت پیوست شده لازم است. با واسطه براوزر سایت گوگل کام به کار درآورده می شود. بعد به کار درآمدن این سایت، دکمه‌چه گوگل پریلژن که در قسم بالایی طرف راست آینه براوزر جایگاه شده است، یک مرتبه پخش کرده می شود. از آینه حاصل شده عمل دیسک انتخاب کرده می شود. در نتیجه در آینه براوزر ساحه کاری گوگل دیسک حاصل می شود. بعد از آن سرزدت پاپکو انتخاب کرده می شود که آینه ملاقاتی نو پاپکو حاصل می شود. و آن نام پاپکو را نوشته دکمه‌چه سرزدت پخش کرده می شود. در حالت ما این فرمت که نه. اکنون نشانداد مشک را به بالای این پاپکو آورده دو مرتبه دکمه‌چه طرف چپ آن پخش کرده می شود. بعد داخل شدن این پاپکو عمل سرزدت یشو گوگل فرم انتخاب کرده می شود. در نتیجه فرم نو حاصل کرده می شود. با آن نام فرم نو را داخل می نماییم. در مثال ما در وب صفحه فرم تشکیل نمودن می باشد. بعد نوشته شدن نام فرم، ما سترلکه مش را به بالای وپروس آورده دکمه‌چه طرف چپ مش را یک مرتبه پخش می نماییم و به جای این نام و نسبتان را نویسید گویان می نویسیم. بعد از نوشته شدن این جمله از آینه ملاقاتی که در طرف راست جایگاه شده است و دارای نوشتجات ادین اسپیس که می باشد تکست استراکا انتخاب کرده می شود. بعد از آن دکمه‌چه обязательный вопрос فعال کرده می شود. بعد فعال نمودن دکمه‌چه добавить вопрос پخش کرده می شود. در نتیجه فرم نو حاصل می شود. ما می توانیم با فرم نو سوال را از فایل تیار با واسطه نسخه‌گیری گذاریم. واریانت ها را نیز با واسطه نسخه‌گذاری گذاشتن ممکن است. برای این واریانت ها انتخاب کرده شده عمل کپی روایت انتخاب کرده می شود. با آینه وب براوزر گذاشته عمل وستاویت اجرا کرده می شود. برای آنکه فرم همچون تست نمودار شود، از قسم نصبرایی که عمل تست انتخاب کرده شده دکمه‌چه تست فعال کرده شده، بعد از آن دکمه‌چه سخرانیت پخش کرده می شود. در نتیجه در قسم پایانی فرم نوشتجات عطفیتی حاصل می شود. ما نشانداد مشک را به بالای این آورده یک مرتبه پخش نماییم. در قسم بالایی فرم بال حاصل می شود و ما می توانیم مقدار بال هایی که هنگام درست جواب دادن به این سوال گذاشته می شود نشان دهیم. این چنین جواب درست را انتخاب نمودنمان ممکن است. بعد اینها را انتخاب نمودن دکمه‌چه گتاف پخش کرده می شود. بعد از آن برای آنکه این سوال به همه اشتراک کنندگان نشان داده شود و آنها با این سوال جواب دهند دکمه‌چه обязательный вопрос فعال کرده می شود. هر دفعه برای آنکه واریانت ها عوض کرده شوند پرمیشت عطفیتی انتخاب کرده می شود. با پخش نمودن دکمه‌چه добавить вопрос فرم نو حاصل کرده می شود و سوال های باقی مانده با همین اصول داخل کرده می شوند.
بعد پورا درآورده شدن متن تست از تگمچه پراسموتر استفاده برده طرز کار تست را دیدن ما ممکن است. من به جای مای اتویت نام و نسب را می نویسم. مثال سرم ساقف. بعد از آن به سوال های تست جواب ها را انتخاب می نمایم. بعد از انتخاب نموده شدن جواب ها ما تگمچه ادپراوید را پخش می نمایم. در نتیجه جواب ما به گوگل سرور گسیل کرده می شود. بعد پخش نمودن پس مطلب بله نتیجه تست را دیدنمان ممکن است. با پخش نمودن تگمچه ادپراوید ما این تست را می توانیم با یاری پشت الکترونی، با یاری سیلکا و با یاری HTML کد اینچنین در شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر تقدیمات گذرانیم. اگر ما خواهیم که تست ما در شبکه تلگرام تقدیمات گذرانده شود، تگمچه سیلکا پخش کرده می شود. در نتیجه سیلک این تست حاصل می شود. با پخش نمودن تگمچه کپی راوت سیلک این به خاطر گرفته می شود. با تلگرام کانال دلخواه در آمده تگمچه سایت پخش کرده شود، سیلک این تست به همان تلگرام جایگیر کرده می شود. بعد پخش نمودن سیلک به همه اشتراک کنندگان تلگرام تست یا اینکه ویکتورینا با طرز آنلاین پیشنهاد کرده می شود.